آها یعنی خاک شماست؟ بله 2.5 سانتی طرف ماست اون اگر چیز میکنیم چکشو بیار آقا. حالا 2.5 سانتی خب که مولوی صاحب ایره که چیزو میزنن تغییر میکنه. اگر شما اوکیید ما مشکلی نداریم. ما مشکل نه خب ما تنها تصمیم ما در مجموع آقا باید 2.5 سانت تو خاک شماست. حالا خودتون میدونید. 2.5 سانتی میشه که ایره کرد چکشو طرف ببریم. شاید یک طرف هم نیست. با چکش میزنیم اون وقت مشکل. ولی 2.5 سانت همونه یعنی خود این 2.5 سانت. همین خود از دیدیم یه بندازه بر از همون تفاوت داره دقیقه بر نظر دومره تفاوت داره قبول هستید؟ نه آقای مهندس ما تنها تصمیم گرفتن نمیکنیم. نه من میگم که قطر نه منظورم از ما نه منظورم از ما ماست مثلا شما باید از تفاهم الان میزنیم حله پس که خیلی چیز که خواه بلند کنید. الان بیا نگاه کن ببین درست شد چقدر اومدی بی انجینیر صاحب بخوان گشته ای باش اونجا صفرش میکنم میکنیم تغییر نکن تغییر نکرد اینا باز باید از دزگام چی شود پس خب چیز داره نگاه کن ببین تغییر نکرد چون ضربه زدم ممکنه چشمیش معلومه اومده تغییر باشه باشه ببین چشمش با چشمیش تغییر تغییر نه مولوی صاحب 2.5 سانتی خو اینمی چیزام که زده این کج است شما ببینید ما گفتم که سه شما شاید جور شود. 2.5 سانتی خو اینمی کجی از اینه که شما تغییر بدید یا این طرف یا این طرف شیب یه مقدار باید میشه بیاد بیشتر بیخی سه او از چی شد؟ نه الان نگاه حالا کردی صحیحه صحیح جابجا که شد آه نگاه کن بندش جان شما هم نگاه کن بندش جان باز نگاه کن توجیه کن شما که میگین ما 10 سانت میگذاریم نه این هدف شما از این گپ چی است خاکتان بسیار کلان است یا چطور مثلا شما چرا مثلا از این داریم میگیم با توجه به اینکه ببینید این میلگه بعداً کنده میشه این میله کنده میشه بله ما فقط الان داریم یه تلرانسی برای خودمون میگیم گپ نمیست نه برای این ما میگیم ولی شما چون حالا سختگیرین که این اونور باشه میگیم اوکی نه ما میخوایم